نامه اول پتروس رسول، اول پتروس 1. از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به قوم برگزیده خدا که در سر تا سر استانهای پنتوس، قلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بطانیه پراکنده شدند. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روز افزون باد. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع نمی شود و از آب و رنگ نمی افتد، برای شما نگه داشته می شوند. و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش‌های سخت شوید. چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. با وجود این که تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با این که اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است شادمان هستید. و نتیجه نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می دهید. در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نمودند و وقتی روح مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی می‌کردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد آمد. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است این حقایق را به شما گفتند، حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند. پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید، در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد با امید به سر برید. مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند، بلکه چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شما باید پاک باشید زیرا من پاک هستم. شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد. بنابراین شما بقیه عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. فراموش مکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره‌ای بی عیب و نقص، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متکی باشد. اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جانهای خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید. زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است،
علف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است و این کلام همان پیامی است که به شما داده شده است. اول پتروس 2. بنابراین شما باید همه نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست، بیایید و شما نیز مانند سنگ‌های زنده‌ای هستید که خانه‌ای روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی‌های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیله عیسی مسیح بگذرانید. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهایی قرار می‌دهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد، اما برای بی ایمانان آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد و همچنین سنگی است که آنها را می‌لغزاند و صخره‌ای است که روی آن خواهند افتاد. آری، آنها بر روی کلام خدا می‌افتند، زیرا به آن ایمان نمی‌آورند. پس سرنوشت آنها همین بود. و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم خود خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند، با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید نمایند. به خاطر خداوند مطیع همه قدرت‌های انسانی باشید، خواه پادشاه که مافوق همه است، خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده‌اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید، مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، زیرا شما هنوز بندگان خدا هستید. همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و شاه را محترم بدانید. ای نوکران، مطیع اربابان خود بوده و آنها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و خشن هستند. زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خوشنود ساخته است. اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شماست. اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید، در آن صورت است که خدا را خوشنود ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است؟ خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند، اما اکنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته اید.
اول پتروس 3. به همین طریق شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید، تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان ندارند به وسیله رفتار شما ایمان آورند، بدون آنکه شما به آنها چیزی بگویید. زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید. زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد، بلکه زیبایی شما باید از باطن باشد. درون خود را با گوهر فناناپذیر یک روح آرام و ملایم بیارایید، زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد. به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند. آنها مطیع شوهران خود بودند، مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرده و او را ارباب خطاب می نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود. و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. خلاصه ای برادران، یک فکر و یک دل باشید، یکدیگر را مثل برادر دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. بدی را با بدی و لعنت را با لعنت تلافی نکنید، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیبتان گردد. زیرا کلام خدا می‌فرماید هر که بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد، باید دهانش را از حرفهای زشت و لبانش را از دروغ نگاه دارد. بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید. زیرا چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها، اما از بدکاران روی گردان می شود. پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست اشتیاق دارید، چه کسی به شما آسیب خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید، خوشا به حال شما. از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید، اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید. و اگر کسی علت امید شما را میپرسد، همیشه آماده جواب باشید، البته با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد، تا حتی اگر به شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد میگویند از گفته خود شرمنده گردند. زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آنها بشارت داد. اینها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می‌کشید اطاعت نکردند. عده‌ای کم، یعنی 8 نفر از آب گذشته جان سالم به در بردند. این آب نمونه تعمیدی است که اکنون شما را نجات می‌بخشد. منظور من شستشوی کثافات بدنی نیست، بلکه بیان کننده آرزوی وجدان پاکی است که مشتاق دیدن خداست و به وسیله رستاخیز مسیح نجات می‌یابد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوت‌ها و قدرت‌های آسمانی تحت فرمان او هستند. اول پتروس 4. پس چون مسیح متحمل درد و رنج‌های جسمانی شد، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است دیگر گرفتار گناه نمی شود و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی. زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا ناشناسان میل انجام آن را دارند کرده اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی، عیاشی، مجالس میگساری و بتپرستی شرم‌آور سپری می‌شد
و اکنون آنها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی‌بندوبار با آنها شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند. اما آنها روزی باید حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است پس بدهند. چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینکه آنها گرچه مثل همه آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای حیات الهی شوند. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید. مهمتر از همه محبتتان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد، زیرا محبت گناهان زیادی را می‌پوشاند. با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. مثلا کسی که وعظ می‌کند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت می‌کند با قدرتی که خدا به او عطا می‌فرماید خدمت کند، تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد. آری، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد. آمین. ای عزیزان، از آزمایش‌های سختی که برای امتحان شما پیش می‌آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. در عوض از اینکه در رنج‌های مسیح شریک شده اید شادمان باشید، تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد. خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پرجلال الهی در شما ساکن است. امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دچار زحمت نشده باشید. اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می‌بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید خدا را شکر کنید. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می‌شویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ و اگر نجات نیکان اینقدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است، باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا می‌کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد. اول پتروس 5. من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی که قرار است به زودی ظاهر شود شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا می خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پرجلالی را خواهید رو بود که هرگز پژمرده نمی شود. به همین طریق شما که جوانتر هستید باید مطیع رهبران کلیسا باشید و همه شما حوله فروتنی را به کمر بسته یکدیگر را خدمت کنید، زیرا خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض می بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید. بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.
این نامه مختصر را به کمک سیلوانوس که او را یک برادر وفادار می‌دانم نوشتم تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید شهادت بدهم. کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیده خداست به شما سلام میرساند و همچنین پسر من مرقس سلام میرساند. یکدیگر را با بوسه محبت آمیز سلام گویید. صلح و آرامش با همه شما که با مسیح متحد هستید باد.